در آن فضای همین گونه آهنگ‌های شوخ و جذاب طنین انداز می‌گردد که اگر صلح و ثبات باشد پاس این همه صلح و ثبات و آرامی و استقلال دولتی نموده براتان درود می‌فرستیم و برنامه ویژه فضا را پیشنهاد شما می‌گردانیم دوستان عزیز. و عشق جوانی همین گونه نام داشت آهنگی که عین حال از جانب دسته هنرمندان حرفه‌ای انسامبل استرادی ارکستر دولتی سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شما گردانیدند. هر یک شما را به ویژه برنامه فضا خوش آمدید میگویم. بسیار هم ممنونیم که امروز برنامه ما را پر از انرژی نمودید. سپاس. البته در برابر این آهنگ باز هم دیگر ترانه ها را هنرمندان خیلی سرشناس و محبوب و شناخته کشور پیشنهاد ما میسازند. سروش خالف، نگاره خالف و همچنین عبدالواحد خالف. خوش آمدید بار دیگر. سلامت باشید. آغاز شب دوستان عزیز چگونه یک پر انرژی بود، واقعا هم پر از هوس و حوصله بود و این چیز احساس میشد از آن نیرو و انرژی که کلی همین هنرمندان به اینجا آوردن. عموما کار در انسامبل همه روزه همین خیلی سر میشود. بله البته هم خیلی با انرژی و یک مسئولیت بلند هر روزه کار ما هم خیلی آغاز می‌یابد. بله در جای می‌بینیم که چگونه یک نوازنده می‌نوازد، در جای سراینده آمادگی می‌بیند، همین خیلی است. بله درست. و امروز کدام آهنگ رو پیشنهاد ما می‌گردانید تا اینکه باز هم بیننده ما یک راحت کنن، لذت برن؟ البته سرود با نام نفس پیشکشی تماشابینان می‌گردانیم و این سرود آماده است. اگر اجازت باشد پیشکشی مخلصان و تماشابینان گردانیم. خب و این آهنگی کیست، شعری کیست اول میگفتید؟ دوست برادر منوچهر جان با ما همکاری میکنن، هم آهنگساز هستند. در یک جایگی آماده ساختیم و شعر از احسانی اعظمیان میباشد. و اگر ما به عالم استراد نظر اندازیم حتما معلوم میگردد که هنگام پیشنهاد از جانب همین گونه هنرمندان سرشناس، هنرمندان شناخته یک نوگانی هست. در این آهنگ همین خیلی نوگانی را وارد کردید، از روی قلب خودتان برآمده است شاید آهنگش؟ بله البته من چی سرودی که تیار میکنیم، چی آهنگی که تیار میکنیم پیش از پیشکش گردانیدن در وقت کار، در وقت ایجاد من میبینم که اگر همین آهنگ پسند خودم بیاید و فکر میکنم که پسند مخلصان هم میگردد. بله درست است. و حتما این پیشنهادات از جانب شما میگردد به همون آهنگساز، به همون شاعر شاید. بله. خب دوستان عزیز این آهنگ را عین حال در اجرای سروش خالف گوش میکنیم و بعداً باز هم سری صحبت برمیگردیم. لبی نازو چی دلستانی تو خودت میبینی جانی، ولی اما نامهربانی تو نمیدانی. من و شب‌هازی تو فسانه تو و اما فقط بهانه شده قلبم چی عاشقانه دیوانه. نفس نفس کنارم تو باشی غم ندارم به تو شدم خماری به تو
و دوستان عزیز خیلی میدونیم نگار خالوا قریب 25 سال است که فعالیت میکنند، ایجادیات دارند و تمامی آن سرودهایی که از جانب نگار خالوا سروده میشود حتما پسند دلها میگردد. در ژانر استرادی هم خوب میسرایند، بیشتر خلقی را نیز دوست میدارند، این احساس میشود. ولی در کدام موضوع ها خود شما دوست میدارید که بیشتر ترانه ایجاد کنید بسروید؟ تشکر زیاد. من در موضوع بسیارتر وطن، مادر و عشق و عاشقی. بله. و هنگام تهیه یگان کلیپ گویم نوار و یا خود ایجادی همون ترانه دل مخلصان را نیز نظر میکنید؟ یعنی از آنها نیز شاید میپرسید که در کدام موضوع ها ایجاد کنید؟ البته میپرسم، خودشان نیز میگویند که با ما آن سرود معقول است، بیشتر در همین موضوع بیشتر ما میخواهیم شنیدن. البته که میپرسم و میگویند خودشان نیز مراجعت میکنند. و ژانری دوست داشتهتان کدام است؟ البته که استراده. بله. وقتی که ما با کلیپ کنسرت های شما نظر می اندازیم، یعنی نوارهایتان البته کمتر به نظر می رسد، لیکن همش با صفت خوب، با صفت بلند همیشه از جانب همگان قبول شده است. و برای چی شماره‌اش کم است؟ میخوام که یک چیز شود و یک چیز خوب باشد. میخوام. و در این راه به شما کی بیشتر کمک میرسه؟ البته که برادرم، پدرجانم است و مادرم نیز کم و بیش کمک میرسونند. و در انتخاب لباس ها چی؟ چون وقتی که در هر یک ترانه‌تان به همون ژانر موافق، به همون موضوع موافق لباس به بر میکنید، در این راه بیشتر کی کمک میرسه؟ در این راه راستی گپ خودم. انتخاب خودتون؟ بله. بهتره. اگر که موسیقی وای باشد فکر میکنم که چی لباس و این موافق است. البته که با وای خودم. نگاه خودتون؟ بله. خب این از سلیقه بلند شما درک میدهد. تشکر. خب امروز کدام ترانه را پیشنهاد بیننده ما میسازید؟ امروز یک ترانه پیشنهاد میسازم که آهنگ از دوران رحمت جان بود، با او همکاری کرده بودیم و همین آهنگ رو میخوام پیشکش مخلصان بگردانم. تماشابینان. با کدام آهنگسازان بیشتر رابطه کاری دارید؟ البته که دوران رحمت جان و بسیار هستن آهنگسازان که با برادرم نیز همکاری کرده آهنگ تهیه میکنید. بله. بهترین. خب این ترانه پس منظور همگان مرحمت میتوانید بسرایید. شب و
البته با کل صنعتکاران با کل حاضرین سپاس میگوییم برای پیشنهاد این گونه سرودهای شوخ و جذاب بار دیگر خوش آمدید و اینجا دوستان عزیز صنعتکارانی که عین حال روبروی ما نشستند تمنیات دارند بهر ما و شما. مرحمت. تشکر زیاد چون در عرفه جشن استقلالیت قرار داریم و من همه هموطنان عزیز خود رو با این جشن پرشکوه تبریک و تهنیت میگویم. سپاس با شما نیز مبارک باشد این جشن پرشکوه. سلامت باشید. خب نگار شما چی گفته میتونید؟ من نیز با سخنهای برادر خود همراه شده میگویم که جشن استقلالیت چنان میبینیم نزدیک است. بگذار همیشه وطن ما آباد و باز هم شکوفا بشود و همیشه مردم سربلند تاجیک خانه آباد و تنصیحت باشند. تشکر. تمانیت من در استقلالیت جمهوری تاجیکستان همین است که بگذار تاجیکستان ما چه خیلی مدت ایستادن روز به روز آباد زیبا است، بگذار همه وقت ابدی آباد زیبا باشد و گفتنی هستم که با تاجیکان دنیا استقلالیت دولتی مبارک باشد. تشکر برای صحبت خیلی صمیمی و گرم برای تمنیات‌های نکو. من گمان میکنم این آبادی این آزادی پارچه امروز در همین برنامه انعکاس خود را یافت. دوستان عزیز این ویژه برنامه فضا بود که بخشیده شده است به جشن پرشکوه دولتی استقلال کشور و امروز در این برنامه به ما و شما سرودهای خیلی خوب و جذاب را پیشنهاد کردند دسته هنرمندان حرفه‌ای انسمبل استرادی ارکستر دولتی سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. با همین برنامه نوبتی فضا به انجام میرسد. خانه آباد باشید.